أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده نصر عبده. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوستان عزیز و گرامی قدر، الله مهربان هر یکی من و شما را در هر کجایی که نباشیم نگهبان باشد و گناه های ما را بخشیده باشد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. اما بعد، دوستان عزیز و گرامی قدر، یک مسئله زیاد مهم بود. چند وقت است که در همین موضوع فکر زیاد کردیم. با خلاصه این آمدیم که حتما باید این مسئله نازک برای برادرای عزیز گرامی قدر رساندنی باشیم، زیرا که این مسئله خطری در ایمان است. یعنی مسئله زیاد مسئله مهم است و زیاد از برادرای عزیز در این گرفتارند. این هم باشد مسئله فروشنده هاست، برادرایی که چی در بازار و چی در دکان ها مغازه ها کار میکنند. خلاصه که تجارت، دوستای عزیز با خودش علم دارد. حتما کسی که پیش از تجارت باید که علم تجارت بیاموزد، به خاطر که انسان وقتی علم تجارت نمیداند در شک و در حرام واقع می شود. یکی از شاگردهای امام ابو حنیفه رحمه الله پرسیدن امام محمد که چرا شما یک کتاب در باب تقوا نوشته نکردین؟ امام محمد گفتن که من نوشته کردم. گفتن کدام کتاب؟ گفت کتاب بیوع، یک کتابی که کتابی در باب تجارت است. گفت من نوشته کردم. یعنی هر نفری که از این کتاب بیوع بخونه، رفتار و طرز خرید و فروش بدانه که دروغ گفتن ممکن نیست. همان مال مثال عیبی داشته باشد، باید که انسان اون برای خرنده بگوید عیبی که در او هست. خلاصه شرط های زیادی که در تجارت هست. گفت من نوشته کردم هر نفری که همین اگر استفاده بردم خودش اهل تقوا می شود، یعنی از شبهه ها و از حرام دور می شود. خلاصه علم تجارت به خود خاص علمی دارد که هر یک تاجر، هر یک فروشنده هم باید اینه بداند. سری مقصد می آییم. مقصد چی بود؟ اساس برنامه که امروز خواستیم بر دوش شما برسانیم همین است که دوستایی که در مغازه ها، در دکان ها کار میکنند یا اینکه خود فروشنده هستند در بازار و لباس های غیر اسلامی میفروشند. یعنی چی؟ یعنی لباسی که برای زن جایز نیست پوشاندنش، چی از کرته ها باشد، چی از کرته های تنگ، چی از ایزار یا که بر زبان امروزه یوبکه و چی از لباس های داخلی که زنها می پوشند. در حالت همین فروختن همین چیزها که خود یعنی پهن کردن یک عمل غیر شریعت است. این یک. دوم، اینجا مسئله از این باز هم مهمتر این است که باید هر نفر از ما اینو بدانه. وقتی یک نفر نزد ما خرید کنی می آید، همون خرنده، و همون لباس های غیر اسلامی را، لباس هایی که زیاد تنگ هستند، لباس هایی که برای زن حرامن پوشاندنشون، یعنی که دست هاشون نمایان هست یا که خودشون حجاب نیست. خلاصه که لباس هایی که در مطابق شریعت نیست. وقتی اونا اینا بدر میکنن، یعنی که میپوشند، از من و شما پرسان میکنن. نفرهایی که در بازار کار میکنن خوب میدونن، نفرهایی که در مغازه ها کار میکنن خوب میدونن. همون نفر میپرسن با زبان همین روزه زیادتر که در روسیه هست، میگن که نوکاک چگونه هست یعنی. و اینجا دوستا از روی جهل زیادتر که نظر میکنن، میگه که очень тебе идет یا که очень красивая، زیاد زیبا هست، زیاد خوب است. یک عمل است اینجا دوستا، این باید یک من و شما بدونیم که این عمل، این لباس هایی که اینو بر تن میکنن، همون لباس هایی که غیر اسلامی است، الله و پیامبر صلی الله علیه و سلم اون حرام گفتن، حرام.
اینجا وقتی که ما میگیم که زیاد زیباست و خوب است، یعنی بالای این که یک حرام کرده خدا را ما حلال شماریدیم، بالای این با یک خرسندی با یک لبخند این سخن میکنیم. یعنی خدای نکنه دوستای عزیز در همین عملی که شریعت من کرده ما رضاگی بدهیم. یعنی الله حرام اعلان کرده است برای زن، یعنی لباسی که حجاب نباشد، لباسی که تنگ است، لباسی که این کرتاهایی که امروزه برای زن برآمده برای زنها، یک عملی است که خدا اون حرام اعلان کرده است و ما باشیم با یک خنده و یک تبسم این میگیم که زیاد بر تو زیبیده است، این زیاد زیباست، یک عملی که غیر شریعت است، یعنی خلل در ایمان است دوستای عزیز. زیاد مسئله مهم است. به همون خاطر انشاءالله هر سخنی که از دل خارج شد در دل ها میرسد، این ما به خاطر الله خواستیم برای دوستا برسانیم که از این عمل کردی غیر اسلامی دور باشند. هیچگاه باید در عملی که کفر است انسان رضا نباشد. خدای نکنه یک انسان در عمل کفر رضا شد و خودش در کفر واقع می شود. یعنی یک نفر خدای نکنه اگر نماز من کرد و همونه اون نماز من میکنه، تو در اون رضاگی دادی، همونه تعریف کردی، گفتی زیاد کاری خوب کرده است. رضاگی در همون کاری که اون نفر کرد غیر اسلام غیر شریعتی کفر، وقتی تو رضایی که در کفر دادی خود انسان واقع میشد در کفر. به همین خاطر دوستای عزیز از همین کار باید من و شما خودمان نگه بداریم. اگر دوستایی که ممکن بعضی از بهانه ها که دلیل های میارن که ما دیگر علاج نداریم برای کار کردن، دوستی عزیزم الله شاهد است، بهتر است گداگی کنی از اونه که برای یک پول شبهه و حرام کار میکنی. زیرا که این پولی که شبهه است یا حرام است در زندگی تو آمد، اون هم بر خودت ضرر دارد، هم برای اهل عائله تو، خاصتا بر فرزندها که اونا وقتی لقمه حرام که خوردن لقمه شبهه را دیگر اونا اسلامی بوده و اهل تقوا بوده نمیتوانند. این ضرر سخت و ضربه سخت بر خود انسان است که حتما باید ما از چیزهایی که شبهه است و حرام است خودمان باز بداریم. یا دیگر دوستایی که در تجارت کار میکنن، استغفر الله، اینم یک کلمه خطای بزرگ است که میگن که بی دروغ نمی شود. یعنی یک عملی را که دروغ الله من کرده است، پیامبر صلی الله علیه و آله من کرده است، آشکارا حرام اعلان کردن، یعنی هیچ کس شبهه ندارد. چگونه یک انسان میتواند ضد گفته خدا و پیامبر سخن کنه بگه که به این نمی شود؟ یعنی استغفر الله، یعنی خدا من کرده است حرام میگه، پیامبر میگه حرام است. حتی دروغگویی را علامت منافق است. دروغ گفتن پیامبر صلی الله علیه و آله امت من نیست کسی دروغ میگوید. و این تو برای خودت چگونه برای خودت اجازه میتی که بگویی که بی دروغ نمی شود؟ استغفر الله، این کلمه هم کلمه خطر در ایمان است. می شود اگر انسانی که ایمان کامل داشته باشد. در هیچ جا نمیتونیم ما یکم بهانه کنیم، خاصتا در بازار که دروغ گفته شود، مگر اون سه جایی که عذر است آوردن، اون هم انشاءالله در جای خودش صحبتش میکنیم که کدام وقت هست برای یک دروغی گفتن که ضرر نباشد. خلاصه که دوستای عزیز در بازار به دروغ کار کرده می شود، چی در مغازه باشد چی در بازار. فقط ایمان کامل لازم است، ایمانی که اگر یک درهم هم باشه انسان حلال کار کرد و برکت دارد و در زندگی برای خودت، برای اهل و عائلت، برای فرزندت برکت می شود و این دنیا و قیامت من و شما آباد می شود اگر ما همین چارچوب شریعت قطعی بریم. و دوستا خواهش میکنم همین مسئله را جدی بگیرید تا اینکه خلل در ایمان ما نشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.